لا يدرك العلم بطال ولا الكسل. علم را آدمی بطال یعنی بیکار خوجه، این خوجه میگم که بعضی خوجه ها برای چی بیکار خوجه میگویی؟ گفته تنقید هم میکنن بیکار خوجه یعنی اونا کار نمیکنن. آخی غالبی همین بعضی خوجه ها پول و مال میبیاد از درشان میگیرن میخورن میشینن کار نمیکنن. برای همین شاید مردم ما بیکار خوجه گفته باشن. بطال آدمی بیکار، این بسیار صفتی بد است بطالی. حتی میگن که همین جوانها کودکای هم ویران میکردگی چیز همین بیکاری، فراغ وقتی خالگی که دارند و مشغول نیستن با کار دین یا دنیا یا علم، اینا ویران میشن. علم را آدمی بطال نمیتوند جمع کند. بطال بعضی پیرزنهای ما هم اگر حقارت کردنی شوند بطال میگفتن. بطال آدمی یعنی یه آدمی که نوبکار، دستش هیچ کار نمیبینه، بیکاری آدمی. ولل کسل آدمی تنبل، آدمی تنبل مغمبر میگوییم. این آدم ها هم علم را جمع نمیکنند. ولی ملول آدمی که ملال میبیاد 10 دقیقه گوش میکند خیلی این ملال است به جای این یگان نواری یعنی که آسانتر و سبکتر و یعنی درس اگر مشکل بود تفریحی‌تر، شوق آورتر به قول درس اگر مشکل بود تنبل را خواب آورد. آدمی تنبل خوابش میاد درس گوش کنه، بازی باشد دیگر برنامه ها باشد بیدار است. ولی ملول اون آدمی که تیز ملال میبیاد برای و شنیدن علم، یعنی برای علم گرفتن صبر و طاقت بزرگ در کار. یعنی در یک جا نشسته تاند انسان 10 ساعت 5 ساعت اگر مثلا در دانشگاه شیند یا در نزد شیخ شیند 5 ساعتی دیگه باید همین درس های تیار کند، اقلا 10 ساعت و بعضی عالم ها تا 18 ساعت در سر علم می نشستند سپس عالم شدند. اما خودی حاضر می توانند مگر اون آفرایی که این لحظه ها ما را تماشا می کنند 1 ساعت ما را همراهی کنند؟ باور کنید بسیار مشکل است برای اکثریت از آنها. بله بنابراین گفتن که این علم حاصل نمیکنه آدمی ملال تیز، آدمی که ملال می شود. ولی من یعلیف البشر آدمی که با آدم ها الفت میشیند، چقچق دوست میدارد، با آدم ها صحبت کردن دوست میدارد، این آدم هم علم دریافت نمیکند. گفتن